خیلی از دوستان بیننده از جناب آقای دکتر اکبری پرسیدن که در چه مرحله‌ای از خورخور کردن باید به پزشک مراجعه کرد. کسایی که به طور مداوم در خوابشون خورخور میکنن که حسابشون جداست، ولی بعضی شب‌ها دچار خورخور کردنن، باید به پزشک هم مراجعه کنن. آقای دکتر باید به پزشک مراجعه کنن. سوال خانم شوقی از شما. خدمتتون عرض بکنم، ببینیم ما یه سری علائم کلیدی داریم که اون علائم کلیدی در حقیقت باید خیلی دقیق و با وسواس دنبال بشه. ببینین کسی که با حالت خفگی از خواب بیدار میشه، کسی که روزها حالت خواب آلودگی داره، کسایی که ممکنه که در طول روز حتی حالت ایستاده خوابشون ببره، این علائم به همراه خورخور علائم خطرناکیه. این دوتا رو که من میدونم خودم دارم، حالا اون علائم اولیه نداره، ولی حداقل خستگی و اینکه سر روز مثلا بخوایم بخوابیم، حداقل این کامرامنای ما و دور بچهای تصویربردارم اینو از خستگی داره. بله میگفتین آقای دکتر. بله، حالا میتونین تشریف بیارین، در خدمتتون هستیم. ولی ببینید خورخور میکنیم یا نه، باید بپرسیم از اهل خانه. بله. البته همینجور که شما گفتین خورخور و مشکلات تنفسی به همراه این علائم هست. و الا خب ممکنه یکی کار زیاد داشته باشه به همراه خستگی و اون مسئله جداگونه‌ای. در مورد کودکان ببینیم مسئله کودکان هم مسئله جدی هست. در حقیقت ما لوزه سوم تو کودکان خیلی وقتا بی اهمیت جلوه داده میشه پیش افرادی که بچه هاشون به این شکل هستن و این بزرگی لوزه سوم توی این کودکان موجب میشه که رشد فک بالاشون مختل میشه و اینها اصلا تنفسشون کلا دهانی میشه. یه مشکل، بعدن دچار مشکلات دندانی و مشکلات فک بالا میشن، احتیاج به ارتودنسی پیدا میکنن و اصلا ترکیب صورتشون عوض میشه. یه مسئله دیگه ای که در حقیقت تو کودکان ما داریم مسائل رفتاری مثل در حقیقت بیش‌فعالی، مشکلات حافظه، مشکلات ذهنی و استعدادی، مشکلات رشد، شب ادراری، اینا همه میتونه در اثر لوزه سوم به وجود بیاد. یعنی مسائل کودکان خیلی مسائل جدی میتونه باشه و اینکه صرف این که حالا به تدریج این خودش خوب میشه واقعا توجیه درستی نیست واسه این که ما این لوزه این بچه رو عمل نکنیم و بذاریم مثلا تا 12 سالگی خودش خوب بشه. به خاطر اینکه خودش خوب میشه ولی همه اون صدمه ها هم در این مسیر میزنه به بچه. خیلی به اون مراجعه میکنن تو کلینیک ها، میگن آقای دکتر حالا یا خودشون یا همراهانشون یه آمپول یا یه قرص به ما بدین خورخور از بین بره. حالا واقعا توصیه آمپولی و قرصی داریم با یک بار تجویز یا حداقل چند بار تجویز خورخور از بین بره؟ درمان شما چیه آقای دکتر؟ ببینیم یه مواردی هستش که ما میتونیم با دارو کمک بکنیم، ولی عمدتاً روش هایی که هست روش های جراحی هست. ما همیشه با درمان دارویی شروع میکنیم. یعنی الان بیماری که میاد پیش ما بررسی میکنیم، اگر که مشکلاتی داشته باشه که در حقیقت ما بهش میگیم مشکلات فیزیولوژیک یا مشکلاتی که به خاطر تورم های مخاطی و امثالهم این خورخور ایجاد شده باشه یا حداقل حدس بزنیم ممکنه این مشکل وجود داره، ما با درمان دارویی همیشه شروع میکنیم. درمان دارویی رو میدیم ولی در اغلب موارد مجموعاً با درمان‌های جراحیه. کجا جراحی می‌کنه دکتر؟ حلق بستگی داره بیمار کجا مشکل داشته باشه، ولی عمدتاً تو حلق دهانی. یعنی راه تنفس فوقانی دیگه، از بینی تا حنجره و حلق هر جا نقص داشته باشه یا تنگی و انسدادی وجود داشته باشه. چرا آقای دکتر اساساً خورخور در شب اتفاق میفته؟ یعنی معمولاً مثلا ما در یک ساعت‌ها با بازه زمانی می‌بینیم که مریض به خواب عمیق، مریض که نه، فرد به خواب عمیق فرو رفته. این اتفاق در واقع فیزیولوژیکی هستش؟ بله، همینطوری که شما فرمودین ما معمولا توی فازهای انتهایی خوابه که مسئله خورخور برامون به وجود میاد. دلیلش هم این هستش که ما موقعی که میخوابیم در حقیقت مغز ما یه سیستمی رو اعمال میکنه که کلا بدن ما رو بی حرکت میکنه. درسته. این به خصوص توی یه مرحله از خواب که ما بهش میگیم رم که اگر در حقیقت اون حالت به وجود نیاد یه سری بیماریایی به وجود میاد که مثلا فرد پا میشه تو خواب راه میره و مشکلات از اون قبیل که وجود داره.
توی اون مرحله به خاطر اون فرمانی که مغز میده و عضلات از کار میافتن، عضلات شل میشن. درسته. و وقتی عضلات شل میشن، این عضلات تمام عضلات در حقیقت مخطط بدن ما من جمله عضلات حلقی ما شل میشن و این شل شدن موجب میشه که حلق تنگتر میشه و مسئله خورخور رو به وجود میاد. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید به برنامه یک فنجان سلامت. یک لوحی هستش که در واقع تقدیم حضورتون میشه، اسم جناب عالی روش حک شده و نوشته شده جناب آقای دکتر محمد علی اکبری. با سپاس جهت حضورتان در مجله تصویری یک فنجان سلامت، شبکه 2 تلویزیون، بهار سال 1394 خورشیدی که اینو داخل مطب بزنید. انشالله به یاد ما باشید. خورخوری‌ها هم که میان مطب شما برای درمان، حتما این برنامه رو دیدن و مراجعه کردن. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون به برنامه یک فنجان سلامت. این پایان گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر اکبری، جراح متخصص گوش و حلق و بینی، درباره خور و پف یا خورخور، علت‌هاش و درمان آن.